سلام دوستان، اومدیم به یه ویدیو دیگه. این ویدیو ساخت چراغ الکترونیکیه، یعنی مثلا میری نزدیکش چراغ روشن میشه خودش. بعد یک نفر چند نفر نمیدونم، یک نفر چند نفر یادم نمیاد، گفته بودم من افغانی ام. من اشتباه نکنم، من افغانی نیستم، من ایرانی ام. نمیدونم، ندیده نباید چیزی بگین. حالا بگذاریم. برای این ساخت چراغ از این لامپای که با برق کار میکنه میذارین، روشن نیست. از اینا که با آیرن گلوم میکشی، آیرن گلوم ها آبی هستن، اونو میکشی به دست میاریم. ولی هر بلاکی که خواستین بعد که پیچیدین، حالا نگاه کنین. بعد مثلا اینا رو که میبینید نزدیکش میشید چراغ روشن میشه، الکترونیکی بهش دست میده و چراغ روشن میشه. مثلا برای شب خوبه، خب برای روستا بیشتر خوبه. الان نزدیکش میشه روشن میشه، مثلا الان شب شده، باید نگاه کنین، میریم نزدیکش روشن میشه. خیلی جالب. بعد مثلا حالا کل نقاط من گذاشتم، ببینین الان از اینجا حس کرد من روشن شد. بعد مثلا تو سوار لول باید باشین که نشسته باشین تا روشن بشه، که مثلا رو هوا باشین الان بی نهایت روشن نمیشه. همین دیگه، همین. بعد حالا نگاه کنیم ویدیو رو کامل. بعد این برای مثلا روستا خوبه، شبا الکترونیکی